سلام بچه، به پارت دوم ماینکرافت سروایو خوش اومدید. امیدوارم تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. خب بچه ها بریم شروع کنیم. اگه یادتون باشه پارت اول اومدیم اینو ویلیج پیدا کردیم. خب بعدش هم رفتیم این پایین یه چند تا زغال زدیم. الان هم میخوایم بریم یکم دیگه زغال بزنیم که بتونیم اونورم. الان آهن من پیدا کردم، میخوام بریم آهنه هم بزنیم که بتونیم یکم پیشرفت کنیم تو بازی. فقط نباید بیفتیم کارمون تمومه. اگه من یه نگاه بندازم، یه نگاه بندازیم رو همین رو بکنیم بریم پایین، میرسیم بهش. باشه هیچ وقت یه جوای نسید اینجوری بکنید، خیلی خطرناکه. من چند بار تو هاردکور این کار کردم، بدبخت شدم، افتادم پایین و مردم. بله رسیدیم به آهن. اینجا یکم خرابه، بذار یکم این ور بزنیم، دور و برش هم بزنیم ببینیم چیزی نیست. خب اینا رو آیرونا رو اول بزنیم. چند تا وای افتادم پایین، چند تاش افتاد پایین فکر کنم. یه نگاه بندازم، وای یکیش افتاد پایین، بذارم بردارمش. خب آیرونا رو زدیم، فقط بذاریم بیارم پایین ببینم اینجا چه خبره. خیلی چیز خاصی نیست اینجا. خب بریم یکم اینجا حالا سنگم بزنیم. پیککسمون داره کم کم میشکنه، یکم بزنیم اینجا رو. لولمون فعلا 3 هستش. بریم حالا آهن رو بپزیم. با کم کم فارم آهن بزنیم چون اینجا ویلیج هم هست، خیلی به کارمون میاد. فعلا یکم بزنیم اینجا رو، یه پیشرفت کنیم تو بازی، یکم چیزی دستمون بیاد. یه مزرعه هم برای خودمون باید بزنیم اینجا با فارم و اینجا چیزا. فارم که البته خیلی نمیخواد، اونجا ویلیجشون داریم ما. خب کم بریم بالا. خب بریم با کرافتینگ تیبل. اینه ای دستم خورد کجا. خب بریم با کرافتینگ تیبل بزنیم میتونیم بسازیم. بله یه اینو بسازیم، یه فرنس بسازیم. خب فرنس رو بذاریم اینجا که بتونیم هم غذا رو بپزیم هم چیزا رو بزنیم. چوب داریم؟ چوب بله. بزنیم این رنگش رو ندارم، این رنگش بهتره، کمتر رو داریم. خب تا اینو بزنیم بپزه، اینا هم بذاریم اینجا یکم غذا بخوریم، داریم میمیریم. اون خیلی خوب هیلو پر میکنه. خب این گلا همراهمون باشه با سنگا. بریم که ببینیم که حیوانی چیزی پیدا کنیم. بریم که حیوان پیدا کنیم بزنیم. حیوان این دور و بر فکر نکنم اونقدر باشه، و یکم بریم اونورتر. هولی شیت بچه اینجا رو نگاه کنید. اینجا بیافتیم دهنمون سرویس ها، یعنی دهنمون سرویس میشه اینجا بیافتیم پایین، خیلی خطرناکه. بزنیم یکم بریم حیوان اونور، پس باید بریم اینجا که 100% نیست اینجا چون حیوان اسپاون نمیشه. گوست هم پیدا کردیم. خب بذار یه کاری کنیم. یونجه نداریم؟ نه یونجه نداریم، حیف. بذار یکی از اینا رو هم بزنم. خب دوتا گوشه یه پش به اون داد. خب بذار این دوتا رو الان همینجا میبینیم اینجا دیگه. خب بریم یکم، یکاش من یکم چیز برمی داشتم یونجه می آوردم به اینا میدادم، میکشیدمش سمت خونه خودم. خب و بریم بچه یه غاری یه چیزی باید پیدا کنیم که بتونیم اینجا خوبه. مثلا میبینیم زیر اینجا چین میتونیم یکم آیرون ماین کنیم. بله شانسی داریم، درجه گفتم آیرون اومد. یه دونه است کلا؟ نه این دور و برش هم باز باشه، بذار یکم بکنیم.
اگه اشتباه نکنم. بله دور و برش کلا آیرونه. بچه هر وقت خواستین آیرون پیدا کنید یا چیزای دیگه حتما دور و برش بزنید، چون یه بار میبینی الان مثلا دیدید زیر گل بود، زیر خاک و اینجور چیزا بود، نتونستم پیداش کنم. حتما دور و برش بزنید، احتمالاً بازم هست از اون. خب زیرش هم هست، پشمام. زیرش هم هست، پشمام. دیدین گفتم بریم دیگه، چیز دیگه نیست. نه دیگه. خیلی خوب شد، خیلی خوب شد برامون. اولین چیز به نظر من یه سطل آب بگیریم، اینه فارمی یه چیزی بزنیم. به نظر من مهمترین چیز الان فعلا نسبتا غذاه. خب بریم میتونیم بازم ماین کنیم. چیز دیگه ای نداره، غارش کوچیکه اصلا، خیلی اونقدر چیز نیست. بریم بگردیم. خیلی اونقدر چیزی نداره، نه خیلی اونقدر خوب نیست. بذار بریم اینجا هم دوباره گوسفند هست، خوبه اینجا فعلا، موقعیت مکانیمون خوبه. اینجا به بعد دیگه حیوان زیاده. من شما رو بزنم. خب اوکی. اینجا بچه ها خیلی بده، دخمه است، اصلا نمیشه رفت اونور. بزنیم این زیر ببینیم چی. اوه داشتم میافتادم. ایول زغال اونجا هست. وای دمیجی زد. اینجا برم میافتم اینجا. بذار یه کاری کنیم. خب اینطوری بریم فکرم بتونیم یه کاری کنیم. اوه دمیج خوردم ولی اوکیه. اولی شت بچه اینجا رو، عجب غاریه، پشمام. خیلی خوبه. چه چیزی گیرون اومد. اینجا آبم هست، خیلی خوبه. اول بریم یه آیرون بزنیم. پرام اینا دمیج میزنن. بذار خیلی شانسمون خوب بود. اینجا رو باید با ترش بیام، خیلی عمیق غارش. چیز دیگه نداره. خب اوکی. اون بالا دوباره آیرون هست. اینا رو حالا میام دفعه بعد ماین میکنیم. بذار یکم تموم شد خاکم. بذار یکم بریم بالا. کم کم داره شب میشه، دوباره میتونیم برگردیم به همین غاره. خب اینا رو من بزنم. خیلی خوب شد برام این غار، خیلی خوب گیرون اومد. این دیگه چیز دیگه اینجا نیست. نه. خب بهتره دیگه برنگردیم. خب اینو فکر کنم با پیککس آهانی بزنیم اینا رو. داره شب میشه. اولی شت. اونجا هم باز دوباره آیرون هست. بذار حالا کم غذا بخوریم. گوشت خام داریم میخوریم از گشنگی. بذار من برم بالا آیرونا رو بزنم. خب بذار آیرونا رو بزنیم ببینیم چی میاد دستمون. فکرم بتونیم فول آرمور بشیم. حالا نمیدونم چقدر داریم. 21 نمیدونم. خب اینم هست. این بزنیم بریم بالا. الان فکرم دیگه زامبی و زامبی ویلیجر رو همه چی ریخته باشه. بریم سریع سمت ویلیج. باشه فقط من اینجا رو یه علامت گذاری کنم پیداش کنیم بعدا. خب بریم پایین، بریم سمت خونه. اولی شت. اونور رو. اولی شت اسکلتون اونور کلا. بریم اونجا دهنمون سرویس هیچی نداریم. بالا صف خونم زامبی اسپان شده. وای مجبوریم اینو بزنیم. بذار یکم بریم اونور.
خب بمیر تو. بریم سمت خونه بخوابیم. یکم بخوابیم ببینیم چی میتونیم گیرمون میاد. خب آهنامون درست شده. خب الان به همه چیز دست پیدا کردیم. این 21 هم میذارم اینجا ببینم چوب داریم. چوب فکرم کم داشته باشیم. چوب 13 تا چوب حالا فعلا داریم. این 13 تا رو میندازم اینجا. بذار اینو بذاریم اینجا. اوکی. خب اول اصلا ببینیم که سطل بسازیم. سطل آب. سطل آب کنم بیشتر میخواد نمیخواد. سطل آب کنم خیلی بیشتر میخواد. ببینیم میده بهمون. سطل آب الان میتونیم بسازیم. خب یه سطل آب میسازیم. اینا هم که بذاریم وسایل مومو بذاریم اینجا. گوشته که به دردمون نمیخوره اینا رو حالا بذاریم. خب یکم گلم برداریم بذارید ببینیم چی به چیه. خب الان فکرم دیگه اوکی. خب بزن بریم. اول از همه به نظر من بذارید چک کنیم اینجا رو ببینیم زامبی ویلیجری زامبی چیزی بچه زامبی چیزی نیست دهنه ما رو سرویس نشه. خب خبر نیستش. به نظر من الان بریم یکم اونجایی که دیدم من یکم آب بود. بریم اول یکم آب برداریم که بتونیم این فارم کوچیک حداقل بزنیم برای خودمون اول کار. یکم غذا بخوریم. او اینجا هم خیلی عمیقه بچه بیفتیم پاره ایم. بذار ببینم کجا بود علامت گذاری کرده بودم. فکرم این ور باید باشه دیگه. همین فکرم باید مستقیم بریم. نه اونجاست فکر کنم. بذار بریم ببینیم چه خبره. خب بریم. کجاست؟ همینجا. خب هم بریم چند تا چیزی بزنیم. او دمیج. او خیلی دمیج خوردم. هولی شت دمیج زیاد خوردیم بچه. وای خیلی دمیج میزنه اینجا. عمیقه اصلا نمیشه رفت. ببینیم این فکر کنم یه دمیج بزنه. ای لعنت بهش دمیج زد. خب بریم یکم ببینیم آب میتونیم پیدا کنیم اینجا. من این چند آب دیدم اینجا. بذارید طرف ما دریا پریا فکر نکنم خیلی باشه. بذارین زغالا رو بزنم. زغال به دردم میخوره. میخوام بریم تو قاره. خب این زغالا رو بزنیم. پیکسمون داره میشکن هر دو ولی اوکی. شاید اینجا زغال است. اینا رو بزنیم. بالا سرمون هم هست. خب اینا رو بزنیم. به دردمون میخوره برای ادامه. خب از این پیکسمون داره میشکنه. امیدوارم بذاریم تمام بشه بعد بشکنه حداقل وسط کار ما رو لنگ نکنه. اینا هم واسه فارم آهن به دردم میخوره. بذار بزنم اینا رو. چیزی به درد نخوره ولی خب نوشابه خوب نیست ولی خب پیکسمون شکست. چقدر زیاده اینجا. واه خیلی زیاده. 12 تا فقط توی یه تیکه. خیلی هم تیر میزنی ادامه داره. این دیگه پیککس نیاوردم با خودم.
سلام. خب بزنیم. نه هیچ نیاوردم. این فکر کنم الان همین الان هست که پیککس بشکنه. خب کافیه. بریم الان بیرون. ما سطل آب الان هم اینجا بود بچه. میگم من اینجا سطل آب دیدم. این دیگه هم فکر کنم بودش، اون پایین تر بودش. اینا اینه. بریم اینو خالی کنیم یه جا. او اسکلتون این ورم مگه غاره. نه آجی چون اون کم الان میزنه دهن ما رو سرویس میکنه. ولش کن. برگشت این دوباره میایم. بزن بریم الان فعلا. چقدر زیاد منابع اینجا. خیلی دمیج میزنه لعنتی. عمیق غارش. آیرون حیفه. خب او چقدر غار اینجاست بچه. خیلی خوب شد برامون. خیلی خوبه. وای داشتم میافتادم. مرگم قطعی بود. بذار از این بر اون بالا بریم. وای دمیج زیاد داریم میخوریم. این ورم آبه که بچه. خب اوکیه. این ور خیلی خطریه. بدبخت میشیم. بذار یکم بریم اون ورتر. چقدر عمیقه. وای باش از همون ور میرفتیم ما. اشکال نداره. بذار از همون ور بریم ماجی. از همون ور بریم به نظرم بهتره. غذا میچی نداریم. وای بگاد رفتیم که بچه ها. ویلیجره؟ نه ویلیجر نیست. این چیز هست. چیکار کنیم؟ چی غذا نداریم. چی بخوریم؟ نمیتونم راه برم. بذار یه کاری کنیم. من تو دریاش ماهی. وای خیلی دمیج دارم میخورم. خب بذار اینم چیزی نیستش. یه ماهی اینجا پیدا نمیشه. یعنی شت به این شانس بیاد. شانسمون رنگش قشنگ قهوه‌ایه. هیچی نیست. این ماهی هم پیدا نمیشه بتونیم بزنیمش. از این بامبو بزنیم بدن میخوره. این اینو به درد میخوره تو ادامه. خب بریم الان کجا بریم دقیقا؟ باید بگیریم به سمت بالا. هولی شت. خب همینو بکشیم به سمت بالا. اونجا فکرم ویلیجه. اشتباه نکنم اون ورشون ویلیجه. آره دیگه اون پایینی ویلیج ما. اینو باید بکشیم به سمت بالا. غذا هیچ نداریم بچه ها. بدبخت میشه. چیکار کنیم؟ بریم بالا یه حداقل 4 تا گوسفند بزنیم. فکرم دیگه بتونیم بریم بالا. همینو بکشیم به سمت بالا. چقدر آیرون اینجاست بچه. یعنی منبع آیرون اینجا. خب الان اون ور باید بریم دیگه. درسته؟ آره این ور باید بکشیم به سمت بالا. نه ویلیج اونجاست. من گوشنگی قشنگ میمیرم. بریم تو خونه اون چست باز کنم. این 4 تا چیز. خوب موقع اومدی. ایسی بخوره دقیقا بتونیم برسیم. چون نداره را. دویدن. نعمت بزرگ دویدن. چقدر غروب اینجا قشنگه. خب اینو بزنیم. این همه زدم یه دونه از این دونا ندادم. یعنی
راکت به این بیاره، یعنی خیلی شانسمون داغونه. خب رسیدیم خونه، ببینم آیرانمون درسته. غذا میخوام، الان دارم میمیرم از گشنگی. این نون به من بده. سلام دوباره. خب نونامونو بخوریم. داشتیم میمردیم ما بچه، چون اونم خیلی کمه. خب آهنامون رو بذاریم اینجا که بتونیم بعدن بپزیمشون. اینا هم از این. آهنامون هم خیلی مهمه. خب این هم از این. خب بچه ها این پارت دیگه تموم میکنیم. خیلی خسته شدین احساس میکنم و مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لطفا کانال منو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و اون زنگوله بغلم بزنید. فعلا تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.